به نام خدا، امین نورو هستم با 26مین ویدیوی آموزش جاوا. در این قسمت میخوام ساختن یک تیبل رو با استفاده از آرایه به شما نمایش بدم. اول از دستور system.out.println هدر رو میسازیم. به چه صورت هدر رو میسازیم؟ به این صورت که میگیم که اول ایندکس هست -t value. دقت کنید که این علامت به اندازه یک تب فاصله ایجاد میکنه بین ایندکس و ولیو. حالا ما میخوایم از یه آرایه‌ای که داریم استفاده کنیم. اینجا یه آرایه میسازم به نام امین، همونطور که در برنامه قبل به شما آموزش دادم که چطوری میشه آرایه ساخت. فرضاً این آرایه ما 4 تا مقدار داره. اینجا یک فور استفاده میکنم. حالا در این فور اینتیجر آی رو مساوی 0 قرار میدم. دقت کنید چرا دارم از 0 شروع میکنم؟ چون ایندکس های ما در این آرایه از 0 شروع میشه. اگه این رو 1 بذاریم ایندکس اول رو رد میکنه و از اینجا شروع میکنه به شمردن. پس من این رو از 0 شروع میکنم. آی کوچیکتر باشه از amin.length. دقت داشته باشید که اینجا میذارم amin.length. دلیلش اینه که هر آرایه .length تعداد آرایه هاش رو نشون میده. یعنی اینجا خود به خود عدد 4 وارد میشه. من اگه اینجا 4 بذارم شما تعداد آرایه ها رو عوض کنید دوباره مجبورید این رو عوض کنید. ولی وقتی amin.length باشه خود به خود تعداد آرایه ها رو تشخیص میده و اینجا اعمال میکنه. نیازی به تغییر اون ندارید. و i++. خب برای فور حالا داریم میگیم که system.out.println. خب میخوایم چی رو پرینت بگیریم؟ اولا که i رو میخوایم پرینت بگیریم. میگیم i به علاوه یه دونه t میذاریم که تب بینش به وجود بیاره. امین i. خب حالا برنامه ما کامل شد. میتونیم یه تیبل رو داشته باشیم. دقت کنید الان ما چی رو میبینیم؟ اینجا یه ایندکس داریم، یه مقدار داریم به اسم، اینجا مقدارش هست، اینجا ایندکسش هست که 0 هست. ایندکس 0 اون 23 هست. 1 هست، ایندکس 1 76 هست و همینطور ادامش که هر 4 ایندکس رو میتونید اینجا از 0 تا 3 مشاهده کنید. بدین طریق میشه یک تیبلی از آرایه ها به وجود آورد. با تشکر از توجه شما. خدا نگهدار.